ای چطوری رفقا، خوش اومدید به پارت جدید اسکیبیدی تویلت. ددددن. میدونم خیلی دیر به دیر دارم میزنیم، هفته یه دونه رو داریم میزنیم و از این بعد میخوام بهتون یه قول جدید بدم که هفته دوتاش کنیم. حالا شاید اون دو باری که ویدیو دیریم یکیش اسکیبیدی بود، یکی یه چیز دیگه بود، یا یه ریاکتی بود، یا یه ویدیو جدیدی بود، یا نمیدونم. ولی میدونم که هفته دوتا ویدیو رو قرار به زودی داشته باشیم اگه تنبلی نکنم. قول نمیدم ولی تلاشمو میکنم و بدونش مطالی بریم سراغ ویدیو. بفرمایید. خب آقا تا اینجا دیدیم جاست فیت و صدام برعکس شده و ادامه چیه؟ ترانسفورمیشن ارور، رکوردینگ ارور و شهر فاک دابش. من از کلمه چیز خیلی استفاده میکنم این بله. این آقاه کیه؟ چون تنها شخصیت آقایی که داریم میبینیم و Who are you؟ تو میدونی باید چی کار کنی؟ بعد همه چی هم ارور خورده، یعنی کار نمیکنی، اطلاعاتی جابجا نمیشه. خیلی سیکرت تور بود و یارو تیپی کرد رفت. اوه اینجا توالت ها بودن. نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته. فعلا که ما جلویم و جنگ سنگینه. نمیدونم چرا انقدر سنگین. بای بای. خب دقیقا همینجا هم بودن. از بالا بود همینجا بود دقیقا. آقا بزن دیگه یا علی. بای 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 بای. خب بکنم به من گفت که قراره یه کاری بکنیم. اون هارد دیسک بود، هر چی که بود اینجا قراره استفاده بشه ازش. اوه what؟ چه چیز سمیه؟ نه مشتی این خیلی بزرگ، شبیه کاراگاه است. دتکتیوی مشتی. به جیگرطلاها اومدن یا علی آقا. ابسولوت سینما. یو چند دستو گفت یا علی مال منه. خرچ get out. خیلی خوب get out. تا اینجا که ایزی بودید. بعدش چه خبر مشتی؟ او این اومد. خب نه حرفمو پس همین رضا نگو بعدش چی دیگه. چی داری ایزی بودی؟ دو به یکی رو نمیتونید بزنید آخه. عاقبتتون سیاهه. دیدی پرتاب شدی. تو هم پرتاب شدی. اوه ولی فایت به نظر برابر دیگه نیست. مشتی گاردت رفت. بزن پاره کن. اوه شت یا علی بزن آقا. بزن محمد و محسن بودید. اسمتون چی گذاشته بودم؟ اینقدر دیر به دیر رکورد میکنم یادم نیست. بزنید. تموم شدم محمد و محسن که فقط اصغر مونده اینجا. بزنید آقا. اوه این یارو اومد دوباره. اینو پارت قبلی زدیم ولی ربات بود، الکی بود. اکچولی ما پروتکشن داریم. نه اوه وای نه بزنشوننو. بزن بی پدرو. آفرین مشتی کی بود زد؟ اون رو چیز مخفی اومد که Your life ends now. قراره زندگیتون تموم شه همین الان. بای بای تو که تو که یا علی. نمیدونی کی اومد که Where are you going؟ کوزا ترر میکنی ها یا علی جونم.
آره تو بودی؟ گم خوردی؟ تو بودی یا نه؟ هنوز زنده ای؟ مشتی هنوزم زنده است. بزن. آره داشت محمد جواد رو خراب میکرد. محمد جواد میداریم اسمشونو. آفرین محسن. That's all. این پروتکشن استفاده کن داشتی به فاکمون میدادی بابا حقیر. اوکی این دوباره یک تله بود یا یعنی ما دوباره افتادیم تو تله. فکر نمی کنم دیگه. الان 3 تا برادر خداوردی شدید دیگه. برید جلو. Let's go. چیکار کنم مشتی؟ چه کنیم؟ خسته شدیم. اذیت شدیم. به چپ نگاه. اوه آجی داستان که این داستانش چی این آقاه؟ اوه آقا ما واقعا رفتیم تو. ما همون کلمه که مرسی باندسونی. آفرین باندسونی عشق منی. اب نداره. نایس اینم اومد. ولی خب اون باندسونی حروم شد به خاطر تو. این چه دیگه؟ اوکی آقا وقتشه رو به جلو حرکت کنیم دوستان. آرپیجی رو به دست بگیر و یا علی بچه ها سب کنید. به نظرم بچه اونا تو مرکز فرماندهی ما هم. آره مکانشونو گفت فکر کنم. دوربین دارن تو مکان اینا. آدانو میفهمی به زودی. ما میبینی که گنگ پیک بلایندرز داره میره جلو. خب این همون سکانس از بیرونش دیگه. بچه ها درگیرن ها. بزن محمد جواد با تو هم. بای بابا اینا خیلی ایزی هن. نگاه کن یارو چیکار کرد. بعد بدنش هم همچنان داره انجام میده کارا رو. به به بالاخره بالا خر است. بالا خر است. تموم شد. بای 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 بای. همینجوری تمومتون میکنیم. وا نمیخوام ببینم. هیچیش نشد. سلام جیجو. گونده میگوزیدی. بابای گونده صحبت نکنین این طرف ها. برای من فیک میفرستی تو پارت پیش. تله میذاری. دستی که اون زد. به اینم جدید آقا. این تلویزیونه مانیتور قدیمیه. چی بود این؟ تلویزیون سامسونگ فکر کنم. اول بیا نگاه کنیم. بچه ها تو هم دارن خوب پیش میرن. بچه ها خیلی ایگنور. خدافظ بابا. داریم میریم تو مقرشون. قراره که بودویت. بچه ها قوی دارن میرن جلو. هک میکنن میرن تو. هک کنن قراره بمیره الان. خیلی عجیب بود. What؟
اصلا نفهمیدن هنوز ما توییم. خط تولیدشونه. ایول این خط رو بزنیم دیگه. میخواین چیکار کنید؟ اوه نه خط تولید من نیست. دارن چیز درست میکنن انفجاری. اوه دوباره ارور خورد. اوه فهمیدن. والتر وایت و جیسین چه کار میکنه؟ یه چیز بهشون نشون داده میدل فینگر انگشتش وسط. یه مشتی برگرد اینا دیوانن. گنگی منگی بیمه اینا ناجی خیلی بد میزنن. من گنگی بیمه ایران بیمه اسکی بیمه. خب مشتی زنده بمون. پروتکشن داد به من مرسی. سج وقت انتقامه ولی بعد ادامهش میدوسته پارت بعدی. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و گفتم اگر بتونم هفته 2 بارش میکنیم. ویدیو رو سریعتر میذاریم، چنل رو فعالتر میکنیم و اینطور کار دیگه هم پیش میبریم با هم دیگه. خیلی دوستتون دارم. مرسی که ویدیو رو نگاه میکنید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی که خداحافظی کنم. بای بای.